علم هر روز باز یک قدم به پیش می‌گذارد و عالمان در پی کشف روشنی و دورنمای نوینند. در علم فیلولوژیا نیز شخصیت‌هایی هستند که با دل پر و اراده قوی عمر خویش را صرف آموزش عمیق زبان و ادبیات نمودند. آنها با تحقیق و بررسی‌های پیگیرانه در رشد علم فیلولوژیای تاجیک سهمی شایان می‌گذارند. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی صاحب خرد معرفگر عالم برجسته ساحه فیلولوژیای مملکت است که سالیانی دراز عمر پربرکت خود را به تحلیل و آینده نگری مسائل مهم علمی ساحه زبان و ادبیات شناسی کشور بخشیده است. ادامه برنامه شما را با این عالم ورزیده آشنا می‌سازد. در علم امروزه هستند چهره‌هایی که به فرهنگ و معنویات ارج می‌گذارند و با سخن، با اندیشه و با تحقیق در مسیر تاریخ علم نقش پایدار می‌گذارند. یکی از چنین چهره‌ها که بیش از 14 ساله عمر خویش را صرف آموزش و پرورش علم و ادب کرده است، نامزد علم‌های فیلولوژی، محقق و مؤلف برجسته تاجیک شمس‌الدین محمدیف میباشد. شمس‌الدین محمدیف 10 فوریه سال 1960 در دهه تگاب شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده است. پس از ختم فاکولته فیلولوژیای تاجیک دانشگاه ملی تاجیکستان سال 1982 او به راه پرمسئولیت علم وارد شد و از 1 ایول سال 1983 فعالیت علمی خود را در شعبه ادبیات انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آغاز کرد. من در یک دهه به دنیا آمدم که خیلی طبیعت عجایب دارد. پدرم بیشتر به کارهای بیولوژی مشغول بودم و در کانها در همون دور از دهه همیشه به همراه هم دسته‌های بیولوژی در سفرها بودم. هنگامی که من به مکتب دهه داخل شدم، مکتب دهه ما 8 ساله بود. تا صنف 8 اونجا تحصیل کردم، از بس که در آن زمان مکتب کتابخانه نداشت، ولی شوق و هوس من به کتابخانه زیاد بود و اولین کتابی که به دست من افتید در آن زمان کتاب سرگذشت حاتم طایی بود. خیلی دقت من میکشید و اون خواندن من نه از کتاب لذت بردن، از دنیای معنوی اون بهره بردن رو آموختم. هرچند از صنف‌های پایانی میخوندم و همین طور شروع شد کتاب خواندن و کتاب رو دوست داشتن. همین طور من هر 4 جلد یادداشت‌های استاد عینیت در همون تا صنف 8 به آخر رساندم و کتاب‌های دیگری استادان ادبیات معاصر تاجیک از جمله انشا در موضوع آزادی جمادینه و چند کتاب دیگر رو در همون زمان خواندم که هنوز در یادم با همون لحظه ها، با همون لذتی که در همون زمان داشت باقی ماندم. و پس از ختم این مکتب دهه ما هم چون دیگر خوانندگان مکتبمون روان شدیم برای ادامه تحصیل به مکتب دهه که در اونجا اون زمان میگفتن اینترنت و این اینترنت همون شرایط هایی داشت که در اونجا ما خواب میکردیم و صنف 9 و 10 در همونجا تحصیل کردیم. اصلا صنف 9 ما که از همه دهه های دیگر در اونجا جمع آمده بودیم، حتی از دهه های ناحیه همسایه و بعض حتی از خود سمرقند و ناحیه های اطراف سمرقند هم با اون اینترنت ما میخوندن. انا همین مکتبی شد برای من که بسیار چیزای آموختم. همین مکتب هم مکتب آموختن حیات بود و هم مکتب آموختن علم و دانش شد برای من. هم معلمانی داشتیم که در سطح بسیار مکتب بعدن که آمدم مکتب عالی سطح هم معلمای مقایسه میکنم در سطح همونا درس میدادن. مخصوصا در صنف 10 که بودیم معلما با ما لکسیا میخوندن. من همون لکسیا هایی که در دانشگاه دیدم با همون دانشی که در همونجا اندوخته بودم، من دانشگاه رو قریب که در همون ذخیره و در همون دانش‌هایی که در همونجا جمع آورده بودم یا در همونجا اندوخته بودم، بسیار معلم‌های
شایسته داشتیم، هم از ادبیات هم از فن‌های دقیق. یک چند لحظه بسیار خاطرمون از همون زمان صنف 10 دارم که وقتی که معلم ادبیاتمون شادروان خالمراد استاموف از من به همون سفارش دادن که داستان صدای آسیایی مرزا ترسزاده رو هم از یاد کنیم. وقتی این شعرهای ما میخوندیم، شعرها برایمون مثل یک شعر زیبا، شعر بسیار روان، شعری که هم به خودش جلب میکرد و این خوندم بسیار معقول شد. من به علاوه این داستان جان شیرین در همان زمان پر از یاد کردم و وقتی که از من پرسیدن من همین 45 دقیقه همین داستان رو پر گفتم. معلم خیلی خرسند شد، دیگر یکم مرتبه از من در درس ادبیات سوال نمیپرسید چیزی، میدونست و باور حاصل کرد که از یاد میکنم یا میدانم یا یک اعتماد و یک چیزی پیدا کرد. خلاصه همین طور ما 25 نفر تمام کردیم این مکتبه و با یک کولباری پر از تجربه حیاتی بود، پر از تجربه تحصیل دانش و علم. استاد بسیار شخصی نیکسیریش، بسیار شخصیتی با تمکین هستند در ساحه علم ادبیات شناسی. باید گویم که استاد دانش انسیکلوپدی دارند. در کدام بخشی از ادبیات شناسی صحبت کنید، استاد میتوانند در همون بخش صحبت کنند و اندیشه های خود رو درباره تمامی آثار ادبیات کلاسیکی ما اندیشه های خوب و جالب بیان کنند. شخصیت شمس‌الدین محمدیف نه تنها به ادبیات شناسان بلکه به اهل علمی فیلولوژی شناس است. مقاله های استاد شمس‌الدین محمدیف از سالهای 80 عصر گذشته در مطبوعات و مجله و کتاب های علاهیده نشر شدند و استاد شمس‌الدین محمدیف درباره معاصر رحیمی همچون سرچشمه ادبیات فارسی تاجیکی در عصرهای 15-17 رساله نامزدی حمایت کردند که یکی از چهره‌های کم شناخته می باشد و کار این کس از این لحاظ خیلی تازه و همچون دستاورد ادبی در ادبیات شناسی تاجیک معرفی شده است. آثار علمی شمس‌الدین محمدیف گوناگون سمت بوده، در برابر تحقیقات اصلی، تهیه و محرری کتاب‌های مهم را نیز فرا می‌گیرد. از جمله او یکی از مؤلفان اساسی دانشنامه رودکی می باشد که در 2 جلد اولی آن 151 مقاله تحقیقی او نشر شده است. نامبرده جلد 3 این دانشنامه را نیز محرری کرده است و در رشد علم رودکی شناسی سهمی ارزنده گذاشته است. آنچه که به علم ارتباط داشت از استادان آموختم و اولین کاری کورسی که نوشتم از زبان بود. از زبان نوشتم. معلممون از تاریخ زبان اردشیر کریموف بودن که درباره یک پسوند آ در شکل تاریخیش در کلمه هایی که تاریخاً به جا مانده است همین نوشتم. خیلی معقول شد و گفتن که شما گذارید به گروه زبان و تاریخ زبان مشغول شوید. ولی دقت من بیشتر ادبیات میکشید و به ادبیات شوق داشتم و گذاشتم به ادبیات گذشته یا ادبیات کلاسیکی و اولین مقاله هایی که نوشتم یا اینکه مقاله یا تحقیق که میکردم استادان خدایی شریپوف و امیر قولوف اختصاصی فنهای سپیس کورس میگذاشتن. بعد یک مقاله فرمودن درباره قافیه در اشعار منوچهری نوشتم. اولین همین بود که برای خودم هم شوق آور بود، چون که علم قافیه یا علم بسیار عجیب بود که ما اینا در مکتب میان نمیگذاشتیم و این بعد از آن که فهمیدم این سیر و اسرار شعر و ادبیات گذشته ما که چقدر نازکی ها، چقدر زیبایی ها دارد و چقدر این شهرتش هم از کجا هست اینقدر. و بعد شروع شد کاری کورسی، کار دیپلمی و همین طور
تا آخر تمام کردن. ولی همین یک چیز در یادم از این واقع مونده است که یک روز یک آزمون شد در بین همه دانشجویان فاکولته فیلولوژی. من یا در کورس 3 بودم یا 4. استاد رحیم سلیمانقلوف همه دانشجویان رو چی کردن؟ جمع کردن و هر سوالی که میدادن کسی که اگر جواب مثل ویکتوری نبود، هر سوالی که میدادن من فوراً جواب میدادم. یک سوالشون همین بود که گلی بادام چیست؟ گلی بادام شعری کیست؟ و گلی بادام به کی تعلق دارد؟ بعد گفتم که این اولش گلی یک بادام است، درخت است. بعد گفتم نام اسب اسمت شریپوف هست، قهرمانی اتفاق سوویتی. و بعد گفتم که نام شعری استاد مومن قناعت هست که به همین بخشیده شده است. خیلی خرسند شدن و ما رفتیم دوامش در بین دانشگاه‌های دیگر در پایتخت ادامه دادیم و همین طور شروع شد جستجوهای ما در ادبیات و در علم و علمی ادبیات. همزمان استاد شمس‌الدین محمدیف در برابر معاون دیرکتور اینستیتوت بودن در شعبه تاریخ ادبیات نیز فعالیت می‌نمایند که یکی از مؤلفان اساسی دانشنامه رودکی میباشند و که در این دانشنامه بیش از 150 مقاله علمی دارند که درباره تمام پهلوهای آثار بازمانده استاد رودکی حکایت میکند. اینچنین او در مقاله های جداگانه خویش درباره مأخذهای بازمانده اشعار رودکی، متن شناسی اشعار آدم و شعرا نیز مقاله های جداگانه دارد و حتی استاد شمس‌الدین محمدیف یک بیت تازه رودکی را دریافته است که در رودکی شناسی نیز تازه می باشد و این بازیافت به اسم آن کس منسوب است. همزمان باید تاکید کنم که در شعبه ما دو لایحه خیلی بزرگ مطرح شده است که یکی از آن تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی می باشد که یکی از مؤلفان جلد اول آن استاد شمس‌الدین محمدیف می باشند. این کتاب از آغاز ادبیات ما تا عصر نه را در بر می گیرد و یکی از کتاب‌های بنیادی در زمان استقلال می باشد که از دستاوردهای علمی معاصر ادبیات شناسی تاجیک می باشد. شمس‌الدین محمدیف سال 2009 رساله نامزدی خود را دفاع کرده است. موضوع انتخاب نموده او نادر و تحقیقات عمیق او بازگوی دیدی عمیق و محبت به انتهایش به ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک می باشد. من با نوشتن رساله دیپلمی در موضوع مسئله های ایجاد بدیعی در خمسه نظامی که دفاع میکردم، استادان وقتی که این رساله خواندن، معلم مسلیمانقلوف که از کافدر دیگر بودن پر ورق زدن، هم این رساله تا آخرش خواندند و گفتن شما از روی تقسیمات کجا هستید؟ گفتم ما با یکی از ناحیه های تابع جمهوری برای معلمی. گفتن شما باید در کافدر ایستید و ادامه دهید کارهای علمیتان رو. خیلی معقول شد. بعد از اون من فعالیت رو شروع کردم. من در شعبه اخبار تلویزیون تاجیک که در همین کوچه بهزاد 7 بود، در همین شعبه اخبار کار کردم و در یک کابینت، در یک دفتر کاری همراه استادان همون بخش اخبار کار میکردم و شروع میکردن. پیش از اون که ما به کار قبول کنن اول یک سنجیدن، گفتن کنی اگه خبر نویسید. ما خبر نویسیم، از بس که من بار اول می نویستم خیلی گفتن مایلش یاد میگیرید میشود و ما حاضر فعلا احتیاج داریم برای آدمایی که اقلا نوشته میتوانن. بعد یک 6 ماه کار کردم ولی همیشه من ادبیات میکشید. بعد خبر یافتم در اینستیتوت سابق شرقشناسی که بسیار کارمندانشون همون سالها به خارجه می رفتن و جاهای خالی زیادتر بود. رفتم به کوچه پروین 8 به استاد خیلی
عالم نمایان عبدالله جان غفاروف که مدیر شعبه هند و پاکستان بودن گفتن مایلش ما با کار قبول میکنیم ولی شما اول میآموزیم. بعد چند کتاب دادن که برگردان کنید. برگردان کردم. اولین چیزی که من برگردان کردم رباعیات سرمد کاشانی بود. خیلی شکلی دعوی بود. کتابی چاپ سنگی بود. این گرداندم بردم. معلم خیلی خوب پذیرفتن و قبول کردن به کار قبول کردن و لابرانتی همون شعبه همراه استادان که در همون شعبه بودن، استاد قناعت و محبت و معلمه شرف بانو پولادو و امیر بیگ ابیبوف و بیگ رحیمی، شادی محمد صوفی زاده و همچنین که سیفالدین اکرموف و چند نفر دیگه که در شعبه ادبیات هند و پاکستان با هم کار کردیم و 2 سال همچون لابرانت کار کردم و بعد همچون ترجمان سفربر شدم در همان زمان از طرف کمیته مرکزی جوانان عمومی دفاع. در باره کارهای تحقیقی استاد باید بگویم که استاد یکی از مؤلفان دانشنامه رودکی که در 3 جلد است می باشند و مقاله های زیادی از این دانشنامه به قلم استاد تعلق دارند و این چنین سال 2024 کتاب اثر تحقیقی صدرالدین عینی میرعلی شعر نوایی به چاپ رسید که این اثر در نتیجه مقابله و مقایسه با نسخه های خطی در دست داشته ما از صدرالدین عینی به چاپ از جانب استاد آماده شده بود. شمس‌الدین محمدیف تا امروز مؤلف بیش از 200 مقاله، راهبر علمی 6 نفر نامزد و 1 نفر دکتراند PhD می باشد. به صفت راهبر علمی و مقرض رساله‌های زیاده، او در تربیت کادرهای جوان ساحه فیلولوژیا و شرق شناسی نقش مؤثر دارد. نام برده در همایش‌ها و سیمپوزیوم‌های مهم علمی داخلی و بین المللی اشتراک نموده، با سخنرانی‌های علمی و محتوا شناسانه خود شنوندگان را متأثر کرده است. بعد از اون که در به انستیتوت زبان و ادبیات و تحقیق مشغول شدم، سال 2008 به مناسبت 1150 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی کارهای آمادگی شروع شد و ما با مدیر شعبه همون وقتای انستیتوت استاد میرزا مولا احمدوف و دیگر کارمندان شعبه به روی آماده نمودن دانشنامه رودکی در 4 جلد تیاری دیدیم و این کتاب کلان را آماده کردیم و من یکی از مؤلفان اساسی بودم و در جلد 3 آن مؤلف و محرر هم بودم که افتخار محرری داشتم و این اثر در 3 جلد به چاپ رسید و همچنین مقاله های دیگر در مورد روزگار آثار ابو عبدالله رودکی و همچنین در مورد بسیار شاعران دیگری ادبیات کلاسیکی در سیمپوزیوم ها، همایش های بین المللی شرکت ورزیدم و این بیشتر از یا زیاده از 10 یا 15 کنفرانس های بین المللی در ایران، ازبکستان، مسکو و خود کشور تاجیکستان شرکت داشتم و با همون سخنرانی هایی که داشتم و این سخنرانی ها اکثرشان چاپ شدند. همچنین در سال 2016 به افتخار بزرگداشت میرعلی شعر نوایی شرکت کردم. بسیار سفر خاطرمان بود که از هیئت ما هم بسیار قدردانی شد در اونجا و این همین گونه سفرها برای معرفی کردن دستاوردهای علمی تاجیکستان، علم ادبیات شناسی تاجیکستان و علم کشور ما برای همزبانان و برای آنهایی که از این رفت آمدشان کمتر است، همه آنها حتی بسیار سوال میدادن، بسیار پرسجو میکردن که در شما هم به تحقیق میرسد، همین کارها تحقیقات میشود، آیا شما
دانشجو قبول میکنید، ما هم میخواهیم که تحصیل کنیم. البته اون یک زمان را او رفت آمد و اینستیتوت در تیار نمودن کادرهای علمی برای کشورهای همزبانان ما بسیار خدمتی بزرگ کرده است که خیلی از کارمندان یا محققان زیادی در ساحه‌های زبان، فولکلور و ادبیات را محض در همین اینستیتوت ما تربیت کردند، دفاع کردند و در کشورهایشان امروز مشغولی همون تحقیقات می باشند. تحت راهبری من امروز زیاده از 6 نفر عنوانجویان به گرفتن عنوان نامزد علمی فیلولوژی مشرف شدند و همچنین من راهبر علمی دکترانتون پی اچ دی هم می باشم که این چنین به چندین است که آنهایی که دفاع کردن مقرض رسمی بودم و همه آنها دفاع کردند. امروز در ساحه‌های علم مشغول به تحقیقات می باشند و من از آنها افتخار می کنم که سهم خود را در پیشبرد همین علمی سخنشناسی کشورم گذاشتم. در اینستیتوت ما ماگسترانتون و دکترانتون دکتر پی اچ دی این عنوانجویان زیادی هستند که تمام مسائل تعلیمی آنها، مسائل رفت کارهای پژوهشی آنها رو استاد انجام میدن و بسیار هم خوب این وظیفه رو اجرا میکنند. استاد شمس الدین محمدیف در برابر کارهای معمولی که در اینستیتوت دارند در کنفرانس و نمایش‌های نه تنها جمهوری بلکه بین المللی اشتراک میکنند. سال گذشته با تشبث اینستیتوت ما در ریاست اکادمی علم‌های تاجیکستان کنفرانس بین المللی جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه فردوسی صورت گرفت که یکی از معروضه‌های بسیار پرمحتوایی که در این کنفرانس صدا داد معروضه استاد شمس الدین محمدیف می باشند و باید گفت که در این کنفرانس از کشورهای گوناگون و از جمله کشورهای همزبان ما در مجموع از 20 کشور دنیا مهمانان و دانشمندان فردوسی شناس آمد که فردوسی شناسی را در تاجیکستان معرفی میکند و در همین زمینه بنده کمترین یک کتاب مرتب کردم فردوسی شناسی در تاجیکستان که چندی پیشتر آن از طرف نشریه عرفان به تب رسید که این هم یکی از دستاوردهای اینستیتوت ما در زمینه فردوسی شناسی می باشد. شمس الدین محمدیف با افتخارنامه‌ها و مکافآت‌های سطح بین المللی سرفراز شده است که این گواه ارجگذاری جهانی علم و زحمت‌های اوست. از جمله مدال‌های اعلاچی قوه‌های سرحدی اتحاد شوروی، 10 سالگی ارتش ملی و افتخارنامه اکادمی ملی علم‌ها نمونه اعتراف خدمت صادقانه اویند. آنچه که از فعالیت من خود در علم ها در ساحه های دیگر از طرف رهبریت مؤسسه های تحقیقاتی اینستیتوت زبان ادبیات هم اکادمی علم ها با افتخارنامه با سپاسنامه قدر میکنند و خوشبختانه امروزها در اینستیتوت هم برای ادامه دادن کارهای تحقیقاتی هم همه شرایط مهیا هست. ما باید فقط از تحت دل باید برای اجرای سفارش ها، دستورها و نقشه های علمی همون باید بکنیم. حالا در شعبه ما لایحه دانشنامه ادبی فارسی تاجیکی از زمان باستان تا عصر 15 ادامه دارد که در این سمت نیز در برابر دیگر کارمندان استاد شمس الدین محمدیف یکی از مؤلفان اساسی این دانشنامه باشند که تا حالا بیش از 180 مقاله نوشته به شعبه سپرده‌اند. استاد محمدیف در برابر دانشمند خوب بودنشان اینچنین بسیار انسان خوب و نقص هستند. آدم خاکسار، سرتحمل و در برابر این دانشمند پخته‌کار و دقیق نظر هستند و در نوشته هایشان کوشش میکنند که همیشه بازیافت‌های علمی را انعکاس نمایند.
و چنون که یکی از شاعران گذشته ما درباره علم میگوید مالی که ز تو کس نستاند علم است، حرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که ز غم تو را رهاند علم است. و همین علم است که استاد به مرتبه های بلند رسیدن و افتخار نه تنها اینستیتوت ما بلکه افتخار علم تاجیک می باشند. هم کار مدیریت و هم کار علمی رو و هم کار تعلیم رو با هم توام کردن خیلی مشکل است، چون که همه اینها کارهای مشکلن. هم کار تحقیق کار سخت است، دانش میخواد، مهارت میخواد، وقت میخواد، زمان میخواد. و من باری در همین 3 سال فعالیتم در این اینستیتوت مثلا عصبانیت استاد رو ندیدم، باری هم ندیدم که استاد صدا بلند کرده باشن. اینقدر با تمکین هستن که من بعضا از استاد می آموزم همین رفتاری حمیده استاد رو و کوشش میکنم که با اون کس پیروی کنم. و در بسیاری مسائل اینستیتوت از استاد مشورت میگیرم، زیرا استاد تمام عمر خود رو صرف همین درگاه کردند. امروز شمس‌الدین محمدیف همچون معاون دیرکتور انستیتوت زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان فعالیت دارد. نام برده نه تنها ادامه دهنده مکتب علمی شرقشناسی تاجیک، بلکه تربیتگر نسل نو محققان جوان محسوب می‌یابد. استاد بسیار آدمی پرصبر هستند. یک خصلتشون همین است که آدم را میتوانند گوش کرد. پس از شنیدن مطلب کسی دیگر میتوانند خلاصه خود را با یک مصلحت، یک تجربه که نسبت به دیگران سن سالشان کلانتر است دهند و انسان را به راه راست و راستی هدایت نمایند. من آرزو دارم که عمرشان دراز باد، عمر با برکت، دولت پیری نصیبشان باد و در این ایامی که در کمالات عمر هستند کتاب‌هایشان را چاپ کنند که از شهد آن ما خوانندگان بهره بریم. برای استاد عزیز صحتی کامل تمنا دارم و در کار و روزگارشون موفقیت‌ها آرزو میکنم و آرزو دارم که در حمایه رساله دکتری استاد حضور داشته باشم. در جمهوری ما حاضر امکانیت‌های علمی خیلی وسیع است. روابط ادبی با کشورهای هم دور و هم نزدیک ما امروز خیلی آسان‌تر شده است. ما مثلا با کشورهای سابق اتحاد شوروی در ارتباط علمی هستیم و با مرکزهای علمی که در اونجا تحقیقات ها راجع به ادبیات و زبان و تاجیک شناسی مشغول به تحقیق ادبیات ما هستند، با آنها ارتباطات داریم و چندین واخوری ها با کشورهای همزبان از جمله با مرکزهای تحقیقی که امروز همین قریب انجام دادیم با مرکز میراث مکتوب بود که از ایران تشریف آورده بودند و آماده همکاری هستند با ما نیز در مورد میراث مشترکمان و مأخذها و آنچه که امروز امکانیت در دست ما هست ما میتوانیم آنها را با آنها همکاری کنیم. از جمله شعبه ما در تهیه آماده نمودن متن شاهنامه که از طرف پیشوای معظم ملت دستور داده شده بود خیلی سهم نمایان گذاشتند که من هم در آن اشتراک داشتم و در این تهیه این متن کارمندان شعبه تاریخ ادبیات، اولا اکثر کارمندان اینستیتوت، ولی شعبه تاریخ ادبیات که بیشتر به اختصاصشون نزدیکتر بود و آنها در تهیه این کار بسیار مهم از همه فعالانه تر شرکت ورزیدند و امروز اون دسترس کرد. همچون انسانی خاکسار و عالم نکته سنج،
با نگاه دوربینانه شمس‌الدین محمدیف نمونه نسل عالمان پرتجربه است که از علم معنی می جویند و محض همین گونه شخصیت ها هستند که پایه های معنوی جامعه را استوار نگاه می دارند. علم روشنگر راه بشر است. هر روز در جاده علم و معرفت انسانیت با کشف نوی روبرو می گردد. در میان صدها شاخه های علم، فیلولوژیا، علم درباره زبان و سخن انسان جایگاه ویژه دارد. زبان نه تنها واسطه گفتار، بلکه شناسنامه فرهنگ و تفکر ملت هاست. شمس‌الدین محمدیف با محبت به زبان، با احترام به سخن و با احساس مسئولیت نزد تاریخ و جامعه عمر خود را به تحقیق و آموزش بخشیده است. او زبان مادری را نه تنها می آموزاند، بلکه آن را برای نسل‌های آینده به میراث می‌گذارد. بینندگان گرامی، رسیدیم به انتهای برنامه. تا برنامه‌های دیگر خوش و خوش روزگار بمانید. خیر.